دوستان که در این کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران تشریف آوردند و تا پایان این کنفرانس حضور داشتند. من با اجازهتون قطعنامه شورای دموکراسی خواهان ایران رو به زبان فارسی براتون قرائت می‌کنم. دومین قطعنامه شورای دموکراسی خواهان ایران. شورای دموکراسی خواهان ایران با برگزاری دومین کنفرانس موفق خود گام بزرگ دیگری در راه به ثمر رساندن آزادی و عدالت و استقرار دموکراسی در ایران برداشته است. این شورا که از مجموع احزاب و سازمان‌های متعلق به ملیت‌ها و اقوام ایرانی و احزاب و سازمان‌های مرکزی شامل کرد، بلوچ، عرب، لر، ترکمن صحرا، ترک آذربایجان و فارس تشکیل شده است، با اتحاد خود یک اقدام تاریخی را به انجام رسانده است که هدف آن نفی هر گونه استبداد در ایران و ایجاد زمینه مناسب سیاسی، اقتصادی و آزادی فرهنگ‌ها و فراهم نمودن شرایط مناسب اجتماعی برای زیست مسالمت‌آمیز ملیت‌ها و اقوام ساکن ایران است. کشور ایران سرزمینی است بزرگ با منابع و ثروت فراوان و مردمانی رنج دیده که همکنون زیر سخت‌ترین فشارهای حکومت جمهوری اسلامی قرار دارند. حکومتی فاسد که با استفاده از سرکوب ثروت مردم را از دستشان خارج نموده و صرف منافع فردی خود و سیاست‌های جنگ طلبانه در منطقه خاورمیانه نموده است. دومین کنفرانس این شورا به منظور حل پایه‌ای‌ترین مشکلات اپوزیسیون یعنی پراکندگی و عدم انسجام و همبستگی در میان آنها پرداخت و گامی دیگر در راه به ثمر رساندن اهداف خود برداشت. با برگزاری کنفرانس شورای دموکراسی خواهان ایران اصول مشترک اهداف و استراتژی کنفرانس به شرط ذکر پیگیری شد. 1. این کنفرانس در پاسخ به ضرورت‌های اصلی شرایط کنونی یعنی اتحاد و همبستگی بین نیروهای اپوزیسیون و آماده نمودن زمینه‌های آن در حد وسیع وارد گفتگو شده است. 2. در این کنفرانس جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت فاسد، راندخوار، ضد منافع ملی و ضد امنیت ملی شناخته شده و باید از قدرت ثابت شود. این خواسته دموکراسی خواهان ایران است. 3. سقوط جمهوری اسلامی ضروری است به دست مردم ایران از طریق جنبش‌های اعتراضی آنها و با حمایت شورای دموکراسی خواهان ایران در اتحاد با اپوزیسیون سراسری عملی شود. 4. تأکید شده است که استقرار دموکراسی به منظور برقراری آزادی و عدالت در کشور متکثر ایران هدف سیاسی و اجتماعی این کنفرانس و مبنایی برای اتحاد و همبستگی نیروهای اپوزیسیون است. 5. تشکیل آلترناتیو دموکراتیک گامی مهم برای تغییر جمهوری اسلامی و محوری برای طرح برنامه‌های فوری در ایران پس از جمهوری اسلامی خواهد بود. 6. در این کنفرانس از سیاست‌های اتحادیه اروپا به ویژه آلمان، انگلیس و فرانسه در رابطه با جمهوری اسلامی انتقاد شده و از آنها خواسته شد که دست از حمایت از جمهوری مختبط و فاسد اسلامی برداشته و از خواسته‌های مردم سپرزیده ایران و منافع درازمدت کشور ایران اعلام حمایت نمایند. شورای دموکراسی خواهان ایران